ماموران حکومتی اسلحه را به سمت او گرفتند. در خیالشان با گلوله‌های سربی می توانستند آزادی را نشانه بگیرند و با چند گلوله او را از پای در بیاورند. به ناگاه صدای گلوله‌ها آسمان قلعه گنج را در نوردید و در تن سمیه جای گرفت. ماموران لبخند میزنند و از کارشان راضی‌اند، چون فکر می‌کنند آزادی را کشته‌اند. اما این در حالی است که سینه سمیه شکافته می‌شود و بانگ بلندی تمام دنیا را فرا می‌گیرد. چه قریب و آشنایی! این صدای ژنژیان آزادی است. سمیه جانش را فدا می کند که حکومت ظلم بداند اگر ژینایی کشته شود رهروان راه آزادی نمی هراسند و با صلابت‌تر جان می دهند تا پرچم آزادی برافراشته بماند. سالها بانگ آزادی ژنژیان آزادی از دیار کردستان بود و حال این بانگ از سینه زن بلوچ آزادیخواهی برخاسته بود تا پرتوی طلوع انقلاب ژنژیان آزادی دیار بلوچ را نیز روشن کند. سمیه صدای خفته تمام زنان بلوچی است که سالها در پستوی تاریکی سرود آزادی را پنهان کرده بودند و حالا دیگر بدون ترس این سرود را سر می‌دهند. حال در میدان نبرد بین دولت فاشیست ایران و مردم آزادیخواه بلوچ این سمیه است که بیرق آزادی مزین شده به واژه‌های ژنژیان آزادی را به دست گرفته و چاپی که همان رقص محلی مردم بلوچ است را